سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال یوتیوبی آناناس. امیدوارم که حالتون توپ باشه. امروز قصد دارم در مورد میلنگ صحبت کنم، اینکه چه وظیفه‌ای داره، چه ایبایی پیدا میکنه و غیره. بریم که بدون هیچ وقفه‌ای شروع کنیم. خب همینجور که همتون میدونید وظیفه میلنگ قطعه مادر موتور هست، قطعه اصلی موتور، و وظیفهش اینه که به تمامی قسمت‌های موتور نیروی خودش رو منتقل کنه. یا اینجوری بگیم تمامی قطعات موتور چه مستقیم چه غیر مستقیم نیروی خودشون رو از موتور میگیرن، از جمله مثل دنده سوپاپ، اویل پمپ، دیسک کلاچ، فیلتر گریز از مرکز و غیره. یه وظیفه دیگه‌ای که میلنگ داره اینه که نیروی خطی پیستون رو به حرکت دورانی تبدیل کنه. همینجور که میدونید پیستون حرکت رفت و برگشتی داخل سیلندر داره. این حرکت رفت و برگشتی برای اینکه مفید واقع بشه و بتونیم ازش استفاده کنیم باید تبدیل به حرکت چرخشی یا دورانی بشه، که تبدیل کردن این حرکت خطی به حرکت دورانی وظیفه میلنگ هست. میلنگ دو تا شافت یا محور داره که از دو طرفش نیرو خارج میشه. این طرف میلنگ دنده تایم هست یا دنده محرک سوپاپ. دنده سوپاپ اینجا قرار میگیره و باز هم از این طرفش استفاده میکنن برای چرخوندن فلایویل یا فلکه برق. این طرف میلنگ باز شافت داریم که نیرو ازش خارج میشه و توسط این دنده سر میلنگ نیرو منتقل میشه به دیسک کلاچ، فیلتر گریز از مرکز که اینجا قرار میگیره و باز به اویل پمپ. میلنگ برای اینکه حرکت روون و راحتی داشته باشه و بتونه به راحتی حرکت کنه و روی پوسته های خودش سوار بشه، روی پوسته های موتور، توسط دو تا بولبرینگ بزرگ در طرفین میلنگ روی پوسته ها قرار میگیرن. این بولبرینگ ها بزرگترین بولبرینگ های موتور هستن. بولبرینگ از این بزرگتر دیگه نداریم. وسط میلنگ شاتون قرار میگیره. قسمت بالای شاتون، قسمت سوراخ کوچیک، توسط گوش گژنپین به پیستون متصل میشه و این قسمت دایره بزرگ شاتون، قسمت پایینیش، توسط پین لنگ یا محور لنگ به میلنگ متصل میشه. این قسمت بزرگ توسط این پین به میلنگ متصل میشه. حالا برای اینکه این شاتون بتونه روی پین لنگ به راحتی بچرخه، داخل شاتون از این رولبرینگ استفاده میکنن، رولبرینگ شاتون، و داخلش این پین لنگ قرار میگیره تا به راحتی بتونه روی میلنگ یا پین لنگ بچرخه. شاتون روی میلنگ نباید لقی طولی داشته باشه یا عمودی، یعنی با فشار دادن شاتون به سمت بالا و پایین نباید لقی زیر دست احساس بشه. اگه با دست فشار آوردیم روی شاتون و لقی احساس کردیم با فشار دادن دست، خلاصی بین شاتون و پین لنگ زیاد هست و اصطلاحاً میگن شاتون زده. شاتون زدن یعنی این که خلاصی شاتون و پین لنگ زیاد شده با رول برنگش و باعث سر و صدای اضافی میشه. سر و صدای شاتون معمولا به این صورته که توی دورهای بالا به محض اینکه دستمون رو از روی گاز برمی‌داریم یا گاز نمیدیم، سر و صدای شاتون به گوش میرسه، صدای تق تق کردن میده و حتما این مجموعه ست باید با هم دیگه عوض بشن و عوض کردن شاتون حتما کار تراشکار هست. معمولا موتورساز نه تجهیزات لازمشو داره نه تخصص لازم. یه لقی دیگه شاتون که باید اندازه گیری بشه، لقی جانبی شاتون روی میلنگ هست، یعنی به طرفین، که اندازه گیری این لقی با آچار فیلر هست. یعنی فاصله بین شاتون و لنگ های میلنگ باید یه اندازه مشخصی باشه که معمولا این اندازه از 300 میلیمتر نباید تجاوز کنه. این فیلر 300
بین شاتون و لنگ میلنگ میره، ولی الان میخوام 35 صدم رو بزنم، نباید این فیلر بینش قرار بگیره. میبینید که فیلر 35 صدم نمیره، پس این اندازه قابل قبول هست و مشکلی نداره. اگر فیلر بیشتر از 30 صدم رفت حتما شاتون باید عوض بشه. این لقه بیش از حد جانبی شاتون روی میلنگ باعث خط افتادن به پیستون، سیلندر و رینگ ها میشه و جداره سیلندر رو خط میندازه. بعد از اینکه میلنگ عوض میشه، میلنگ باید توسط تراشکار حتما بالانس بشه تا زمانی که روی موتور بسته شد باعث لرزش موتور نشه. این قسمت شاتون، پین لنگ و بولورینگ توسط روغنی که از این کانال و از طریق فیلتر گریز از مرکز تصفیه میشه و وارد این کانال میشه به لنگ شاتون و شاتون میرسه که این قسمت ها بدون روغن نمونن. بعد از اینکه روغن کاری این قسمت ها انجام شد، روغن از طریق این شیارها، این قسمت های باز به سمت بیرون میپاشن و چون موتور و شاتون با حرکت خیلی زیاد و سریع دارن حرکت میکنن، باعث میشه که روغن به جداره های سیلندر بپاشه و با این کار پیستون و جداره سیلندر هم روغن کاری بشه. خرابی این بولبرینگ های میلنگ اگر این سمت خراب بشه باعث میشه که بین دنده محرک میل سوپاپ یا دنده تایم و میل سوپاپ یا همون دنده سوپاپ فاصله ایجاد بشه و باعث زوزه کشیدن دنده سوپاپ و دنده تایم میشه و باعث تیز شدن این قطعات میشه. همچنین باعث میشه که لقی فلای ویل زیاد بشه و باعث ساییده شدن بوبین ها و قسمت داخلی فلای ویل بشه. اگر بولبرینگ این قسمت لقی داشته باشه باعث میشه که دیسک کلاچ و دنده سر میلنگ زوزه بکشن و این دوتا قسمت تیز بکنن. خب این هم توضیحاتی در مورد میلنگ بود. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و اطلاعات کافی رو تونسته باشم به شما عزیزان منتقل کنم. با ما باشید. شما همراهان عزیز میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و برای با خبر شدن از ویدیوهای جدید حتما علامت زنگوله رو بزنید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد اونا رو لایک و کانال ما رو به دیگران معرفی کنید. برای ما کامنت بفرستید و از اینکه با ما هستید و کانال رو دنبال میکنید خیلی سپاسگزارم.